بیا بهت نشون بدم وقتی که نخ متصل به کلاف نخ تموم شد و داری کمان میبافی چطوری باید نختو به هم متصل کنی. دو تا نخی که یک سرش به دوکمون هست و یک سرش به کمان نخمون هست به این شکل موازی کنار هم قرار میدیم. نخ بالایی رو از روی نخ پایینی رد میکنی، یک بار از زیرش رد میکنی و از روی خودش هم رد میکنی و یک گره میزنی به این شکل. همین کار رو با نخ پایینی هم میکنی، یعنی نخ پایینی رو یک بار از روی نخ بالایی رد میکنیم، بعد از زیر نخ بالایی رد میکنیم، میاریم از روی خودش هم رد میکنیم و یک گره میزنیم به این شکل. پس دو تا نخ رو گره زدیم، محکمشون میکنیم. حالا دو سر این نخ ها رو میگیریم و میکشیم تا گره ها به هم نزدیک بشن. محکم میکشیم تا کاملا به هم نزدیک بشن. چون این نخ ها ابریشم هستن خیلی احتمال داره که گره های اصلیمون شل بشن. پس یک بار دیگه محکمشون میکنیم و باز این نخ ها رو محکم میکشیم تا کاملا گره سفت بشه. حالا این نخ های اضافه رو از انتها قیچی میکنیم. الان شما هر کاری بکنین اینو هر چقدر محکم بکشین این گره باز نمیشه. حالا شروع میکنیم به بافت کمان پیچ. طبق اصولی که بهتون یاد دادم کمان پیچتون رو میبافیم و گره هاتون رو از روی این گره‌ای که اینجا قرار داره رد میکنیم. محکم کردن گره ها هرگز نباید فراموش بشه. تاب نختون رو هم باز میکنیم. دوباره ادامه میدیم به بافت. اونقدر میبافیم تا به این گره نزدیک بشیم. به نزدیک این گره که رسیدیم حتما فراموش نکنین که مرحله محکم کردن گره ها رو حتما انجام بدیم. چون وقتی که از این گره رد میشیم دیگه امکان محکم کردن اون گره هایی که قبلا بافتیم نیست. پس این نکته‌ایه که حتما بایستی رعایت بکنین. قبل از اینکه از گره رد بشین حتما گره هاتون رو محکم کنین. یعنی به اینجا که رسیدیم حتما گره ها رو محکم میکنیم و اجازه نمیدیم که قبل از رد شدن از گره‌ای که اینجا زدیم گره هامون شل باقی بمونه. به این شکل تا به نخمونم حتما باز میکنیم تا لب گره که اومدیم از این گره رد میشیم. ببینید گره بعدی رو آوردم اینجا بعد از گره اصلیمون.
ببینید گره‌ای که دوتا نخ رو به هم وصل کرده بودم اومد بین گره ها پنهان شد به این شکل و پیچ ما دیگه اون گره بینش پنهان شده و اصلا مشخص نیست. میتونید به بافتتون الان میتونید به راحتی به بافتتون ادامه بدین. حتما سیوش کن که مطمئنم یه جایی کارتو راه میندازه.